بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه خیرتمندی را پرسیدند که چگونه بدانم یا که بفهمم یا که بدانم که یک کس مرا دوست می‌دارد یا که کسی مرا دوست می‌دارد. چگونه بدانم که کسی مرا دوست می‌دارد؟ پس در جواب حکیم گفت کسی که غم تو را می‌خورد، کسی که غم تو را می‌خورد. یکم کسی که یعنی علامت نشانه های دوستداری انسان همین است که غم تو را می‌خورد. یکم. دوم، درباره تو میپرسد یا که از تو میپرسد. سوم، از تو هیچگاه ملال نمیشود. از تو هیچگاه ملال یعنی که تو او را چی کاری کنی از او چیزی بپرسی او از تو ملال نمیشود. چهارم، یگان خطایی کردی میبخشد، یگان خطایی که کردی میبخشد ترا. و یذکرک بربک هو من یحبک. بین چند خصلت خیرتمند چی میگد؟ چگونه تو میشناسی کسی را که تو دوست می‌دارد؟ یکم، غم تو را میخورد. دوم، درباره تو میپرسد. سوم، از تو ملال نمیشود. چهارم، گناه تو را میبخشد، یگان خطایی در حقش کردی. پنجم، تو را به پروردگارت یاد میکند، تو را به پروردگارت یاد میکند، تو را یاد میتید دین تا که دین تا فهمی، پروردگار تا بشناسی، پیامبر تا بشناسی، دین تا بفهمی. یعنی که دین علم است، علم به تو را میفهماند. علم نور است، تو راه به او دریافت میکنی. پس همون کس تو را دوست می‌دارد.